بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در یکی از دوستای ما یک کلیپ فرستاده از برادرای تاجیکستان هستند. یک کلیپ فرستادن و گفتن که استاد اگر سر از این کلیپ یک تفسیری داشته باشین یا تحلیل داشته باشین. درست است، من اول بر تمام برادران و خواهران عزیز ما مسلمان گران قدر در تاجیکستان و در هر جای تاجیکستان هستند، در هر کشور دیگه هستند و همین قسم برای تمام مسلمان هایی که به زبان دری و فارسی و تاجیکی صحبت میکنن و این برنامه را میشنون، من سلام و احترامات خدا تقدیم میکنم. الله متعال همه شما را حفظ بکنه. جزاکم الله خیرا. همچنان از شما زیاد اظهار تشکری میکنم به خاطر از اینکه سر من اعتماد میکنین و مشکلاتی که می داشته باشین برای من مطرح میکنین، بحث میکنین، پرسان میکنین و جزاکم الله خیرا که تاجیک ها مثلا مسلمان های هستن که قوم پرست نیستن، به این خاطر طرفداری از یک عالمی که از منطقهشان است نمیکنن، بلکه میخواین که حق بفهمن و این صفت بسیار خوب است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما با تقوای شما هست. الله متعال میگه و الله متعال ما و شما را در جمله متقیان حساب بکنه. خب پیش از اینکه سری تبصره بکنیم بین بشنویم سخنهایشان و میبینیم که چی میگن و سرش باز تبصره میکنیم. یک سخن در امروز مبین مردم و واسطه غرضناک‌ها و واسطه اونهایی که میخوان فتنه کنن. ببینین شما یادداشت میگیریم چند نقطه را. اول به واسطه غرضناک‌ها و به واسطه چند نفری که میخوان فتنه بیاندازن. دوستان این شما قلم کاغذ بگیرین، گپای اینا رو یادداشت میگیریم و باز تا آخر بحث وقتی ما شما یک تحقیق علمی میکنیم میبینیم که کی غرضناک است و کی فتنه میپرده. اینا گفتن که توسط سخنهای بعضی کسایی که غرضناک هستند و بعضی کسایی که فتنه میپرده. در آخر باز ما شما میبینیم که کی غرضناک است و کی فتنه میپرده. در زبان مردم دور میزنن نام طاغوت چیه؟ اکثریت شما نمیدونید طاغوت چیه. میخوای که بر ما شما طاغوت تشریح بکنم؟ بسیار خوب. میگه اکثریت شما نمیفهمین که طاغوت چیست. پس اینم یادداشت گرفتیم که اینا گفتن که طاغوت چی است. خب و امروز نفرانی هستن که با واسطه همین مردم علاوه خصوص جوانای ما را گمراه کرده سوگه. با واسطه طاغوت میخواین که مردم گمراه بکنن. یعنی هدفشانی است که کسایی هستن که طاغوت غلط ترجمه میکنن، غلط تفسیر میکنن و از این خاطر جوانای ما گمراه میشن. طاغوت پرست میگن، نه؟ طاغوت پرست. خداوند مهربان در مسئله طاغوت در کلام خویش، در کلام زیبایش ما و شما رو معلومات میده. میگه الله سبحانه و تعالی در کلام خویش که در قرآن عظیم شان است بر ما و شما درباره طاغوت معلومات میده. بسیار ما بدانیم که معلوماتی درباره طاغوت یعنی طاغوت چی گفتنی. خداوند مهربان در سوره مبارکه نحل آیه 36 است. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. صدق الله العظیم. مسئله ما در خودی لفظ طاغوت دیگر میره. خداوند در کلامش طاغوت یاد کرده. جاهای دیگه هم نام طاغوت آمده. طاغوت چی است یعنی؟ خداوند میگه ما برای هر یک امت، برای هر یک قوم جمعیت، پروردگار
مهربان میگه پیغمبران روان کردیم تا که مردم را، همه پیغمبرها یک وظیفه داشتن، همه پیغمبرها یک مقصد خطی آمده بودن. مقصد چون چه؟ خداوند میگه انی عبد الله، خدا را عبادت کنید، واجتنبوا الطاغوت، ای طاغوت دوری بجویید. خدا را عبادت کنید، طاغوت ای طاغوت دور باشید. همین کلمه طاغوت چیه؟ معنای طاغوت شما بفهمید. مفسرین کرام در مسئله طاغوت در تفسیرها معنا کردن که طاغوت یعنی چی؟ و طاغوت اسم لكل معبود من دون الله تعالی كالاصنام والاوثان وغير ذلك من المعبودات الباطله. این تفسیر همین کلمه طاغوت. مفسرین کرام میگن معنای طاغوت بت‌هایی که بعدشان مردم میسازن، ای چوب یا ای سنگ یا هر چیزی را که عبادت میکنن، مثل مردمی هست آفتاب پرست بودن، یک زمانی آفتاب پرستا بودن، کسایی هستن که گاو پرستش میکنن، اینا را معبودای باطله میگن. معنای همین معبودهای باطل هر چیزی که خدا گفته عبادت میشوند، چی او مقصد بوده که هیکلی که ای چوب ساخته شده است، چی ای سنگ ساخته شده است، چی مقصد گاو خدا میگن، چی آفتاب خدا میگن، همه همینهای خداهای باطله، معبودی باطل، یعنی خداهایی که باطله، خدا میگن عبادتش میکنن اما او باطله. همه همینها را ناماشان جمع کنی طاغوت میشود. معنای طاغوت همه برادر است. مقصد سخن من که امروز نفرانی هستند. خب دوستان عزیز، حال به امسال از این نقطه خوب یادداشت گرفتیم. من اینجا نوشته کردم. امید است شما قلم و کاغذ پیشتان باشن و در تحقیقات علمی مشنویم گپای جانب مقابله و باز بعد از او سرش تبصره میکنیم و باز شما قضاوت بکنین که گپ در کجا هست. این جناب گفت که منظور از طاغوت معبودان باطل هست و به زبان خود ترجمه کرد که منظورش یعنی خلاصه بت هست. بت طاغوت میگن که این از چوب ساخته شده باشه یا از سنگ ساخته شده باشه یا گاو باشه یا آفتاب باشه. خلاصه اینا معبودان باطل است. این رو یادداشت بگیرین و این میگه که مفسرین کرام این را گفتن. دعوتگرانی بسیار فتنه‌گر به نام خوارج و وهابیه و سلفیه که امروز خب حالا این لقبا هست که گپا را میگن خوارج و وهابیه و سلفیه و این گپا. برای یک عالمی که متخصص است و دیندار است و میخواد جوانایی که یا فامیلا یا دوستایی که سخنایشو میشنون از علم ازی، از تقوای ازی، از الفاظی که میگن، از اعمال حرکاتی که میکنن از استفاده بکنن. خب شما تفسیرتان بکنین، گپایتان بگوین، بگذارین مردم قضاوت بکنه که کی خوارج است، کی طاغوت است، کی جنایتکار است، کی مجرم است. بگذارین. در مابین مردم مشهور هستند که اینا اصل همون خوارج هستند. اینا پادشاه‌های مسلمان‌ها را و یک خطایی که انسان به خطا نمی‌شود. پادشاه‌های مسلمان‌ها را با یک خطا که بدون خطا نمیشه، یک خطایشون رو می‌بینن، نامشون رو طاغوت می‌مونن. این خود دولت‌های مسلمان‌ها و یا هستن همین گروه‌ها، در ما تاجیک‌ها هم اینا هستن، می‌دونین دعوتگراشون و کانالاشون. در مقصد هر یک دیار هست. هر یک دیار هست. در بین ما تاجیک‌ها هستن، در هر یک دیار هست. خب میفهمیم که در هر یک دیار هست کیها هستن. در هر یک دیار این فتنه‌گران امروز برآمدگی‌اند. پادشاه‌های مسلمان‌ها را طاغوت می‌نامند
و کسایی که ملتی که در اطراف یک پادشاه جمع می شوند، وحدت را مقصد به نظر می گیرند، سرجمی را به نظر می گیرند، او پادشاه را طاغوت می نامند، این مردم بیچاره را طاغوت پرست. پادشاهی که هست خطا کرده، این پادشاه را میگه طاغوت میگوین، و این مردم بیچاره‌ای که خودش هم در جملهش است و کسایی که اطراف ازی هستن، درباری ها، وزیرا، کابینه، حکومت، جنرال ها، سای منصبا اینا و کسای دیگه که هستن، میگه اینا را هم پیروان طاغوت میگن. و اینجا میگه که این پادشاهی که اینجا است خطا میکنه، یعنی مثلا خطا به نظر از اینا ما و شما ببینیم سر از هم یک بحث شده که خطا چی هست. خطا مثلا گناه کبیره یا گناه صغیره. خطا کرد، یک کس خطا کرد، اشتباه کرد، گناه کرد، گناه صغیره کرد یا کبیره کرد. اما آیا اگر کفر کرد، اگر کسی به نماز نماند، اگر بغیر ضد قرآن به عوض قرآن به دموکراسی حکم کرد، اگر به عوض حجاب به حجابی را حکم کرد، اگر مسلمان به نام مسلمان کشت، اگر به عوض شریعت الله قانون دیگه را جابجا کرد، خب درباره از چی باید بگوییم؟ این حال هر جمله از اینا یک تحقیق علمی دقیق کار داره که باید سر از ما و شما بحث بکنیم. یعنی اول مثلا ببینیم که آیا کلمه طاغوت قسمی که اینا گفتن در قرآن عظیم الشان همین قسم گفته شده هست، و آیا این کسایی که پادشاه ها و یا رئیس جمهورایی که امروز هستن که فعلا میفهمیم منظورشان کی هستن، آیا اینا خطا کردن، گناه کردن؟ خب سر از هم باید یک بحث شود. و هر دو را حد به کفر میکنن. بسیار خطاهای بسیار به انصافی به خدا هست. این دین بسیار دور، این عقیده خطا هست، بسیار به انصافی است. قسم و الله هم میخوره، قسم به ذات ذوالجلال الله بسیار دور است. اگر ما یک نفر به خطابی شدیم به کفر بدیم، او را طاغوت بگیم. طاغوت کی را میگن؟ در شرح کلمه طاغوت آمده در کتابا که کسی بگه ما را همچون خدا عبادت کنید، این را مد میشه و که ما بگیم طاغوت. کسی که این دعوا را نکنه که من خدام ما را عبادت کنید، این را ما طاغوت گفتن حق نداره. اگر به خطایی حال حجاج ظالم هم شما در مثال بیارم، حجاج ظالم خب دو چیز گفتن در مسئله طاغوت. گفتن پیشتر گفتن که طاغوت تنها بت‌های هست. ببینین تناقض. گفت بت‌های هست که از چوب ساخته شده باشه یا گاو و گوسفند، این معبودای باطل. اینا گفتن تنها طاغوت است. مفسرین را گفتن. حال آمد یک چیز دیگر هم زیاد کرد. خوب شد که گفت اگر کسی باشه بگویه که مرا عبادت کنین، مرا عبادت کنین، پس او هم چی گفته میشه؟ طاغوت گفته میشه. و این که گپ میگی گپ هیچ کس نگفته، هیچ کس نمیگه که بیا مرا عبادت بکن. خب متوجه هستین؟ خب دقیق گپ را گوش بدین. صحیح بخاری آمده که ای پس همین حجاج ظالم در صحیح بخاری آمده عبدالله ابن عمر، اینه امی روایت که میکنه میگه در صحیح بخاری درباره حجاج ابن یوسف گفته شده است. خب صحابه پیغمبر نماز خواندگی حضرت انس بن مالک رضی الله عنه صحابه پس همین حجاج ظالم نماز خواندگی. خب میگه که ابن عمر و انس بن مالک رضی الله عنهما میگه اینا پشت حجاج. این روایت در صحیح بخاری است. این هم نیاز به تحقیق دارن. این حجاج ظالم اگر شما بشناسید در مابین حاکمای مسلمان دیگه این طری ظالم گذشتگی نیست. این آدم در کتاب آمده که 120,000 علما و صالحین به دست کشتگیه. خب این که مثلا میشه سرازی هم با شما بحث بکنیم اگر فرصت باشه.
که حجاج ابن یوسف 1,20,000 علما را کشته. زمانی میگه در پیشش یک عالم نمیکشتن، خود یک مسلمان نمیدید، اشتیاق خودنش نمیامد. درباره حجاج ابن یوسف هم باید ما شما یک بحث داشته باشیم، ببینیم که از آن جمله امام ابو حنیفه را کشتگیه یادم. امام ابو حنیفه شما ببینید این همین گپ است، سرازی هم باز باید بحث شود که حجاج ابن یوسف امام ابو حنیفه را کشته. امام اعظم امام شما را هم یادم کشته. میبینید چه قسم از احساسات مردم و چه قسم، یعنی کل گپای از یک یادداشت میشه و باید چیز شود. این گونه بزرگا تابعین حتی یک کتاب دیده میگه صحابه ها را کشتگیه. خب دوستان عزیز، به هر صورت اگر باز خواستین قناعتان حاصل نشد، باقی مانده صحبت های ازیرم خواستین به چشم سرش بحث میکنم. حالا من مونیتور به خاطر ازی گذاشتیم اینجا که شما آنچه که من براتون میگم در اینجا یادداشت‌ها را میگیریم و کامپیوترم صفحه‌اش کلام میسازم که شما دقیقی را ببینین و همین موضوعی که اینا مطرح کردن درباره طاغوت. اول دوستان عزیز، وقتی ما شما سر یک موضوع اسلامی بحث میکنیم، بین همین کلمه طاغوت در بحث اول ما شما سر چی باشه؟ سر طاغوت باشه، چون اینا گفتن که طاغوت اینا تفسیر کردن و گفتن دو قسم تفسیر کردن در طاغوت. یکی گفتن بت است، طاغوت میگم مفسر گفته که بت است که از چوب ساخته شده باشه یا از گاو و آفتاب، و دیگه گفتن یعنی معبودای باطله که سنگ یا چوب یا گاو یا گوسفند یا اینا، و دیگه گفتن اگه کس بگویه که مرا خدا بگیرین، مرا عبادت بکنین، این طاغوت گفته میشه و خلاص. یک قاعده را براتون ما بگویم دوستای عزیز، اکثرا کسایی که در باطل هستن اونا از آیات و از حدیث از امون جای استفاده میکنه که به منفعت خودش است، به منفعت امو بزرگایش است، به منفعت امو نظر خودش تایید میکنه و از دیگر دلایل که از چشم پوشی میکنه. شاید شما بگین که چی میگی استادی این کار آیا یک عالم که این کار میکنه؟ بله من براتون میگم، بین عالم و شما شروع میکنیم. خب طاغوت، صاحب لسان العرب اول باید طاغوت در لغت بفهمیم و در آیات قرآن مفسرین قرآن از صحابه، تابعین، تبع تابعین و همین قسم دیگه علما و مفسرین گرامی چی گفتن؟ در قسمت طاغوت صاحب لسان العرب، لسان العرب یک دیکشنری عربی هست بسیار معتبر است. این میگه که الطاغوت در لغت میگه ما عبد من دون الله، هر چیزی که بغیر از الله عبادت شوه، و کل رأس فی ضلال، و کل رأس فی ضلال، هر کسی که رأس در گمراهی باشه، در رأس گمراهی ها قرار داشته باشه، این طاغوت گفته میشه. اول معنای طاغوت یعنی این جناب نگفت و کل رأس فی الضلال طاغوتون، و کل رأس فی الضلال طاغوتون. خب حالی دو قسم گفت، طاغوت ما عبد من دون الله، هر چیزی که بغیر از الله عبادت میشه این هم طاغوت است، و کل رأس فی الضلال طاغوتون، و هر رأس گمراهی که است این هم طاغوت است. این دو. و قیل الطاغوت الاصنام، و گفته شده میگه که طاغوت بت‌ها هست، و قیل گفته شده شیطان است. 4. و قیل الکهنه 5 کاهنا هست، و قیل مرض اهل کتاب، و گفته همون شیطان های اهل کتاب است. اینجا 6 را ذکر کرد. پیش میریم. خب
در آیت شریف الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اینجا کلمه طاغوت در آیت قرآن آمده و در بسیار آیات زیاد آمده که درباره ازی علما چی میگن. در قسمت جبت و طاغوت عمر رضی الله عنه میگه که الجبت السحر و الطاغوت الشیطان. میگه جبت جادو هست و طاغوت شیطان است. اکرمه رضی الله عنه میگه که والجبت بلسان الحبشه شیطان، میگه جبت به زبان حبشه شیطان است و طاغوت الکاهن، طاغوت کاهن است. جابر رضی الله عنه هم صحابی هست، میگه در مورد طاغوتی که کاهن است، اونجا گفت که طاغوت، اکرمه رضی الله عنه صحابی است میگه که طاغوت کاهن است. کاهن چی است؟ کاهن کلمه عربی است، ما شما ببینیم صحابی دیگر تشریح میکنه. كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جحينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. میگه طواغیت کسایی بودن، كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جحينة، میبینین انشاءالله. میگه اینا کسایی بودن که پیش از این مردم میامدن برای دادخواهی، فیصله کردن، برای قضاوت که فیصله بکنن. یکی میگه در جحینه بود، یکی در اسلم بود، یکی در کل حی، در هر منطقه، در هر قریه کهان یک کاهن بود که مردم پیش از اون میرفتن فیصله میکردن. متوجه هستیم که عالمی که پیشتر سر از این بحث میکرد از اینجا این موضوع را نمیگه. خب تشریح کنین شما، خب فتنگر نیستین. اینجا گفتیم که بسیار کسایی هستن که فتنگر هستن و بسیاری کسا چی هستن؟ غرضناک هستن. خب شما غرضناک نیستین. ببینید کی غرضناک است. خب غرضناک نیستین، بفرمایین تشریح بکنین. پس این قول این صحابی را که جابر رضی الله عنه است و این در صحیح البخاری ذکر شده هست. چرا ذکر نمیکنین که در صحیح البخاری بگوین بر مردم که در صحیح البخاری جابر رضی الله عنه میگه که طواغیت عبارت از کسایی بودن که یعنی کاهنا، یعنی طواغیتی بودن که یتحاکمون الیها، که پیش از اینا مردم میرفتن تحاکم میکردن. تحاکم یعنی دادخواهی. دو نفر جنجال داشت، خصومت داشت، میره پیش از کاهن که برای ما فیصله بکن، مثل که حالا قاضی میرین شما. پس قاضی که ضد شریعت الله حکم میکنه، این هم طاغوت است. بفرمایید بگوین بر مردم. ولی اگری باز بگویه، باز چطور میشه قاضی های ازیا؟ قاضی هایی که ضد شریعت الله میل در محکمهشان ضد شریعت الله میدن و فیصله میکنن، بازو چطور میشه؟ او خفه میشه، با زیر محکم میگیره که تو خمره طاغوت گفتی. خب عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ایده الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی. الجبت و طاغوت ها هنا، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه جبت و طاغوت در اینجا کعب ابن اشرف و حیی ابن اخطب هست. کعب ابن اشرف و حیی ابن اخطب. کعب ابن اشرف و حیی ابن اخطب نبوت بودن، دوتا یهودی بودن. نمیفهم که فتنگر و رأس باشن اصطلاحات غرضناک و فتنگر کی هست؟ این تحقیق علمی هست، شما قضاوت بکنین. الجبت و طاغوت ها هنا کعب ابن الاشرف و حیی ابن اخطب. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اینه میگه و این قول عبدالله ابن مسعود در جلد 5 صفحه 248 در الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی. پس این مفسر قرآن تفسیر قرطبی مفسر هست و این قسم تفسیر کرده که اینا کعب ابن اشرف و حیی ابن اخطب دو یهودی بودن که اکثرا در بسیاری مسائل اینا رئیس هایی که بودن، رئیس های یهود بودن. در روایت ها رئیس های یهود بودن، سردارها با گفته شما.
پس یک سرداری که ضد شریعت الله حکم میکنه این طاغوت گفته میشه. خب شیخ المفسرین ابن جریر طبری اقوال مختلف سلف صالح را در مفهوم طاغوت بیان میکنه. میگه این را عالم میگن علامه ابن جریر طبری رضی الله عنه و رحمه الله چندین قرن است که برش رحمت الله میرسه. این میگه که اقوال مختلف از علما و صحابه را تابعین نقل میکنه. چی میگه؟ میگه اکرمه رضی الله عنه گفت که الجبت و طاغوت صنمان. میگه اکرمه رضی الله عنه گفت که جبت و طاغوت دو بت هستن. بله، بر بت ها هم طاغوت گفته میشه. همچنان اکرمه رضی الله عنه میگه که الجبت حیی ابن اخطب و طاغوت کعب ابن اشرف. یعنی که نقل کرده این هم در تفسیر قرطبی هست. ابن جریر طبری یک قولش ذکر میکنه و قرطبی قول دیگهش ذکر میکنه که جبت حیی ابن اخطب هست و طاغوت کی است؟ کعب ابن اشرف. دلیلش چی است؟ چرا این دو تا را طاغوت گفتن؟ میگه یریدون دلیله قوله تعالی. میگه اکرمه رضی الله تعالی عنه حیی ابن اخطب و کعب ابن اشرف طاغوت گفت. چرا طاغوت گفت اینا را؟ به خاطر ازی که میگه در این آیت قرآن گفته که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. در آیت قرآن آمده که مردم میخواهند که پیش طاغوت برن دادخواهی و فیصله و قضاوت پیش از اونا بکنن. پس این دو نفر چی هستن؟ طاغوت هستن، چون فیصله و حکم از اونا ضد شریعت الله است. پس برای این دو شخص طاغوت گفته شد و در آیت الله، آیت شریف طاغوت. حالا شما از همین مولوی صاحب اگه نمبر تلفنش دارین که پرسانش بکنین، بگوین مولوی صاحب محترم یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. شما خود گفتین در گپایتان که طاغوت کسی هست که بت است. بت سنگ باشه یا چوب باشه یا مهتاب باشه یا آفتاب باشه. از پیش سوال بکنین، بگو آیا کسی پیش سنگ و چوب یا پیش بت میره پیش از او میره برای ما قضاوت بکن؟ پیش بت میره؟ بت قضاوت میکرد؟ یا پیش گوپرت پیش گو میرفت که این گو مرا چیز بگو؟ و یا اشخاصی که به نام بت و به نام از اینا کار میکردن، کاهنا بودن. متوجه هستین؟ وقتی که طاغوت این معرفی کرد که طاغوت یعنی چی؟ گفت طاغوت یعنی بت ها. خلاص مگر پرزی وقتی که طاغوت بت شد و معبودهای باطل شد که یعنی آفتاب و مهتاب یعنی چیزای بیجان، سنگ و چوب و درخت و اینیا طاغوت شدن. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. تحاکم چی را میگن؟ دادخواهی. آیا پیش بت کس میرفت که تو ای بت برای دبای ما دو نفر فیصله بکن؟ خب گپ نمیزن. پس اینا پیش اشخاص میرفتن. این اشخاص کی بودن؟ مثل حیی ابن اخطب بود، مثل کعب ابن اشرف بود. پس این دو شخص بودن که اینا فیصله میکردن، قضاوت میکردن در بین مردم ضد شریعت الله. بر از اینا چی گفته شد؟ بر از اینا طاغوت گفته شد. ابن جریر طبری رحمه الله میگه و زعم رجال ان الجبت الکاهن. میگه بعضی از اشخاص میگن که جبت کاهن هست و طاغوت رجل من الیهود و طاغوت یک شخص از یهود بود یدعا کعب بن الاشرف. او را کعب بن اشرف میگفتن و کان سید الیهود. میگه این رهبر یا سردار یا کلان یهودیا بود. بناهن بر سردار و رهبر و پادشاه و کلان وقتی که ضد حکم الله حکم میکنه، ابن جریر رضی الله تعالی عنه میگه که برای چی گفته میشه؟ طاغوت گفته میشه. حالا شما بیان خیلی آیت قرآن هم بخواین که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. کسایی که ان الذين يكتمون، الله میگه کسانی که کتمان میکنن، میپوشانن ما انزلنا من الكتاب، آن چیزی که ما نازل کردیم از کتاب، والهدى هدایت، قرآن، سنت،
من بعد ما بیناه للناس، بعد از اینکه برای مردم میره بیان کردیم، توضیح شد، تشریح شد، بیان شد. من بعد اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اینا رو الله لعنت میکنه، ما چیز نمیگه. و یلعنهم اللائنون، و لعنت کنندگان از ملائکه اینا کلشان این لعنت میکنن. کسی کتمان میکنن، کتمان نباید بکنیم، برای مردم گپ بگوییم. اینا ببین که تو خوارج هستی، تو باطل هستی، تو فتنه انگیز هستی، تو غرضناک هستی، کی مثلا؟ اینا من نمیگم، شما فیصله بکنید. یعنی کسی کتمان میکنه امی، خب کسی که بعد تحقیق میکنه بفرمایید شروع بکنه، بگذار امیا رو ببینه، امیا هست نیست. امیا آیته در تفسیر طبری جامع البیان تأویل القرآن جزء 8 صفحه 461 و 462. و ما معذرت میخوایم که چون ما از مکتبه شامله ایره میگیریم، این نمبرایش براتون میتونم، شما در مکتبه شامله میتونین، چون من پیسی زیاد ندارم برم مثلا تفسیر کلان 10 جلد تفسیر قرطبی یک وقت داشتم، به یکی در چند سال پیش با زور به یکی از دوستان تحفه دادم، لکن خریدن کل از کتاب ها مشکل است، کدام کلش داشته باشم. من از مکتبه شامل استفاده میکنم. اما این آیات شما بکشین، آیاتی که درباره طاغوت از قرآن و تفسیر ابن جریر طبری، ببینید کتمان حق. و باز میگن که مفسرین اینجا ما یادداشت کردیم، مفسرین یعنی کی؟ خب مفسرین، اقوال مفسرین ذکر بکنین، شما زحمت بکشین اقوال مفسرین ذکر بکنین اگر حق میگین. خب صالح ابن عبدالعزیز ابن محمد ابراهیم آل شیخ میگه که طاغی و طاغیه کسی است که از حد تجاوز نموده و آنچه را که مخصوص الله هست برای خود تخصیص داده است. از حد تجاوز کرده، چیزی که مخصوص الله هست برای خود تخصیص داده. حکم مخصوص الله هست که باید فیصله حلال مربوط الله هست. الله گفته که اینی حلال است، اینی حرام است. این میخیزه حلال حرام میسازه، حرام حلال میسازه. الله میگه باید نظام اسلامی باشه، مطابق قرآن و سنت فیصله بکنی، این میخیزه میره نظام دموکراسی، نظام سکولاریسم و این رو تطبیق میکنه. پس این طاغوت است. بگه ایناله این گپا رو، این درس هم به خاطر از میگم، میشه این عالم اشتباه کرده باشه، میشه مطالعه نداشته باشه، میشه کسای دیگه مطالعه نداشته باشه. خب خیر است، اینو میده جمع کردیم این مواد. کسی که طرفدار حق است بپذیره، کسی که نمیپذیره خلاص بالاش اقامه حجت میشه که در روز قیامت پرسنگه که من کس نگفته بود. من همی فهمیدم، بعد یک مدرسه درس خواندم، در اون مدرسه ما فقط اینم یک دو سه تا کتاب بود و کتابام که بود سه درس داده نمیشد و برای ما کس نگفته بود و این چیزا رو، و تفسیر ابن جریر هم نداشتم، مکتبه شامل هم نداشتم. مشکل نیست، خیلی است، این استفاده بکنید. حالا موبایل دارید، موبایل خود دارید، از موبایلتون استفاده بکنید. صاحب تفسیر فی ظلال القرآن، یک تفسیر کلان است به نام فی ظلال القرآن. این طاغوت چی میگه؟ ببینید میگه و هو کل شرع لم یأذن به الله. میگه هر قانونی که الله او را اجازه نداده او طاغوت است. این القانون دموکراسی قانون طاغوت است نیست. کسی که قانون تطبیق میکنه حقش است که امو تطبیق کننده قانون دموکراسی ده طاغوت بگوییم. نظام سکولار کسی که تطبیق میکنه او را طاغوت بگوییم یا نگوییم؟ مفسرین است. و هو كل شرع لم يأذن به الله و كل حكم ليس له من شريعة الله سند. و هو كل شرع لم يأذن به الله و كل حكم ليس له من شريعة الله سند. میگه کل شرع لم یأذن به الله، هر شریعت قانونی که الله رو اجازه نداده. الله دموکراسی رو اجازه داده، الله نظام سکولار اجازه داده. خود دموکراسی خود کفر است، ضد شریعت الله است. الله زنا رو اجازه داده، الله رقاصگری اجازه داده. هر حکمی که ضد شریعت الله هست
هر قانونی که برای الله اجازه نداده این طاغوت است. و کل حکم لیس له من شریعت الله سند، و هر حکمی که از شریعت الله سند نداشته باشه. قانونی که شما ساختین آیا او در شریعت سند داره؟ آیا در شریعت سند است که بچه تا 18 ساله کس را در مسجد نمان؟ آیا در شریعت اجازه هست که دخترای مسلمان برای حجاب نمان؟ آیا در شریعت اجازه هست که عوض شریعت الله دموکراسی رو بیار اونجا وان؟ آیا اجازه هست که به عوض شریعت الله نظام سیکولر جابجا بکن؟ آیا در شریعت الله اجازه هست که به نماز خواندن کسی را اجازه نده، فهمتون اسلامی، درس اسلامی یا پارا بند بکن؟ خب شما خودتان ببینید که با کجا هستیم؟ بر از این طاغوت گفتن میشه یا گفتن نمیشه؟ تفسیر قرطبی فی ظلال القرآن جلد 2 صفحه 681. من استاد دانشگاه هستم، من تحقیق علمی میکنم. یکی شما در چی بلاها گرفتار هستین، چه قسم خود تقسیم کردین و امت اسلام چه قسم تکه کردین و نامهای عجیب شما ماندین سرشان، و هر جوان مسلمانی که یک عقیده توحیدی درست داشته باشه یا مسلمانی که داشته باشه سر از نامهای عجیب و غریب میمانین. حتی سر حجاج ابن یوسف ثقفی بیچاره سر از تهمت میکنن که امام ابو حنیفه را کشته، در حالی که در تاریخ مد عمر می اولین بار است که گپ میشنوم. چرا او معلوم دار است که امام ابو حنیفه را کی بندی کرده بود، کدام والی بود و چه قسم در زندان فوت کرد، این کلش. این حال به هر صورت ای که شما سر هر کس مثلا 1,20,000 نفر و تا نان دلش نمیشد، این کلش نیازی به تحقیق داره و میشه علما محققین درباره از این کتابا نوشته کرده. بله گناهکار بوده، ظالم بوده، اما کفر نمیکرده، شریعت الله را تطبیق میکرده. خانواده حجاج ابن یوسف، در وقت حجاج ابن یوسف شما فتوحاتی که این پاکستانی منطقه که چیز شده فتح شده، شما ببینید که چه انسان است. میشه سرش باز یک بحث بکنیم فتوحاتش چقدر مسلمان ها را به اسلام دعوت کرده. قرآن شریف زیر و زبر گپایشه. این موضوعات است که هم حجاج ابن یوسف ثقفی به علمایی را که وظیفه داد و علما خب بگوین دو طرفه بگوین که این نقصان. بله گناهکار بود، ظالم بود، اما کفر میکرد، دموکراسی را آورده بود، نظام سیکولر را آورده بود، کس را به نماز نمیمان، کس را به عبادت الله نمیمان، کس را به جهاد نمیمان. مقایسه بکنین لطفاً مقایسه بکنین. و کتاب است ما و شما دین ما کلش سند داره. به هر صورت شاید شما بگین که والله این گپا را که خودت میگی برای ما یک تفسیری از احناف بر ما حنفی است. بسیار خوب، بسیار خوب. گپ عالم حنفی را قبول میکنی؟ آیا میشناسی یک کسی را به نام ابو لیث سمرقندی متوفای 373؟ میشناسی؟ خب ابو لیث نصر بن محمد بن احمد بن ابراهیم السمرقندی المتوفى 373 هجری قمری، در جلد 1 صفحه 309 کتاب خود چی نوشته میکنه؟ عالم حنفی هست مثل خودت واره، اما تو ببخشی اگر حکم بکنم پسان باز تعریفی که می شما حنفی نیستین، شما طاغوت مطبوع هستین. می حکمتان اینجا پسان وقتی که تعریف میشه شما بسای کنین در طاغوت مطبوع مین چی میگه؟ و یقال فی هذه السوره رجلان من اليهود. میگه در این سوره میگه که طاغوت کی بودن؟ میگه دو شخص از یهود بودن. و ایمانهم بهما تصدیقا لهما. اینجا گفته که ایمان به طاغوت، میگه این یعنی تصدیقشان به کی؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت، میگه این تصدیق میکنن. و طاعتهم ایاهما، طاعت از اینا طاعت میکنن از دو شخص از یهود، دو شخص زنده هست. قبلا گفت که دو تا سردار یا رئیس یا سید قوم بودن، از این اطاعت میکردن.
این برشان گفت که اینا به وضع الله اینا به طاغوت ایمان داشتن. مثل که امروز جناب شما به وضع الله به امو کلان رئیس جمهورتان ایمان دارین و قانون از رو اطاعت میکنین. آیات قرآن وقتی که میخواین سر خود اول تطبیق بکنین. از کی اطاعت میکنین؟ از الله اطاعت میکنین یا از قانون و از امو رهبرتان و قانون ساختن و از او قانون دفاع میکنین؟ پس شما از فرعونه که فرعونتان است از او دفاع میکنین و قانون از او را مشروعیت میدین. این تفسیر حنفی خودت به حساب گفته ابو لیث سمرقندی که در 373 هجری قمری 373 قرن 4 هجری چی میگه؟ رجلانی و یقال فی هذه السوره رجلان من اليهود، دو شخصی از یهود بودن و ایمانهم بهما، ایمان به دو شخص، تصدیقا لهما، میگه این تصدیق است به دو شخص، و طاعتهم ایاهما، طاعت او دو شخصی که او دو شخص طاغوت بودن و اینا به این طاغوت چی میکردن؟ اطاعت میکردن. امام رازی را میشناسین؟ تفسیر داره به نام مفاتیح الغیب و تفسیر کبیر هم میگن. ببینیم که چی میگه. یعنی بسیار علمای احناف از استفاده میکنن، تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر. از شما استفاده زیاد میکنین، از خاطر شما میریم براتون آوردم، بفرمایید گپشه خوب گوش بگیرین. و بالجمله این مفاتیح الغیب وقتی که من خواندم زیاد امی اقوالی که از صحابه و تابعین و تابع تابعین در راستای تواقیت ذکر شده یا کلش ذکر میکنه، داخلش چی میگه؟ و بالجمله فالاقاویل کثیره، میگه درباره طاغوت اقوال زیاد است جناب. تنها بت نیست، تنها معبودان باطل نیست، سردارای باطل است، قاضیای باطل است، زیاد است میگه. خب و هما کلمتان وضعتا علمین على من کان غایة فی الشر والفساد، میگه این دو کلمه هست که گذاشته شده بعد از اینکه کل از اینا رو ذکر کرد. میگه خلاصه جبت و طاغوت چی هست؟ میگه دو کلمه هست که برای کسایی نامگذاری شده که در شر و فساد بسیار به نهایت رسیدن. پادشاه ظالم، رئیس جمهور ظالم، مولوی دروغگوی، کتمان کننده، پت کننده ظالم، در بین مردم شر و فساد اندازنده که دیگر را به نامهای مختلف تقسیم کننده، کل از اینا طاغوت گفته میشه. این کی میگه؟ امام رازی در تفسیر مفاتیح الغیب میگه. آیت دیگه هست فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. در قسمت از بالعروة الوثقی مجاهد یک تابعی هست و از تابعین مفسرین تابعین است. یعنی از مجاهد رحمه الله امام ابن جریر طبری و امام ابن ابی حاتم و دیگه مفسرین از زیاد نقل میکنن، چون در جمله تابعین از جمله تابعین است که مفسر قرآن هست. مجاهد رحمه الله چی میگه و از کجا ما گرفتیم قولش هست؟ در تفسیر طبری هست، جامع البیان عن تعویل آیه القرآن، در جلد 2 صفحه 495. مجاهد چی میگه؟ میگه که طاغوت الشیطان فی صورت الانسان، الشیطان فی صورت الانسان یتحاکمون الیه و هو صاحب امرهم. الطاغوت الشیطان فی صورت الانسان، میگه طاغوت شیطان است در چهره انسان. خب چهره شد از ذهنتان بیارین. یتحاکمون الیه که پیش از این مردم میرن
در مشکلات خود به اینشان فیصله میکنه و هو صاحب امرهم، صاحب امرشان هست، یعنی رئیسشان، سردارشان، کلانشان هست. چرا نمیگین قول مجاهد رحمه الله را؟ سبب روز ما خود کل ما پیش الله و رسولش در روز قیامت استاد میشیم، الله قضاوت میکنه. خودت گفتی که مفسرین میگن، خب بگو از مفسرین کدام مفسر کدام قوله گفته، دیگه اقوال هم ذکر بکن تا کلگی بفهمه، تا فتنه انگیزی نشن، تا غرضناک آدم نباشن. خب پیش بریم. امام ماوردی رحمه الله این هم یک تفسیر داره، تفسیرش بسیار خوب تفسیر است. امام ماوردی رحمه الله در تفسیرش میگه که فیه 7 اقوال، میگه ده 7 قول است. دیدین جناب 7 قول است. شما از 7 قول 5 تایش پت کردین، کتمان کردین. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، 5 تا را کتمان میکنه. یکی یا 2 تا را میگه. اول خود یکی را گفتین، دوم گفتین کسی که دعا بکنه. خود برو 2 قول. شما سعی از 7 قول چرا نمیگین برای مردم؟ چرا برای جوانان نمیگین؟ کی فتنه میپرته مردم؟ کی فتنه میپرته مردم؟ فيه 7 اقوال، ليه 7 قول است. احدها اولیش انه الشیطان وهو قول عمر بن الخطاب رضی الله عنه. میگه یک قولش که شیطان هست و شیطان هم قبلا ذکر کردم که شیطان جنی می باشه یا شیطان انسی می باشه. قول عمر بن الخطاب است رضی الله عنه. و الثانی انه ساحر، دومش جادوگر است. نگفتین شما، اینو باید میگفتین. سومش انه وهو قول ابي العاليه، قول ابي عاليه هست. و الثالث یه هم مفسر است. چرا قول مفسر نمی؟ عمر رضی الله عنه هم مفسر قرآن از صحابه، ابي العاليه هم مفسر قرآن هست در جمله شاید تابعی یا تابعی باشه. چرا قولش ذکر نمیکنین؟ و الثالث الكاهن، چرا نگفتی کاهن؟ گفتی و هو قول سعید بن جبیر رضی الله عنه. قول سعید بن جبیر چرا ذکر نمیکنین؟ و الرابع الاصنام، بتها هستن. این خودت یکی را ذکر کردی، متوجه هستی خودت؟ یعنی یک ذکر کردی، 3 تا دیگر چی کردی؟ 3 تا اولی را کتمان کردین و بخلم 3 تا از آخری را کتمان کردین. از 7 تا 3 تا اول کتمان کردین، 3 تا آخر کتمان کردین و یک قول آمدین ذکر کردین و به اساس از قول کلگی را فتنه‌گر، دروغگوی، فتنه انگیز، غرضناک، مچم چطور، مچم خوارج، من فلان، اینا رو خودت ببینی لقباش. ما جوانای عزیز تاجیکستان، الله شما را حفظ بکنه. احبکم فی الله، شما را ما به خاطر الله دوست دارم. از این خاطر شما ببینین که اینا کی فتنه انگیز است. اینا میخوان معذرت میخوان، اصلا نباید در درس خنده بکنن، لکن ان الله و انا الیه راجعون. 3 تا از اول سعی کنن یه 7 تا قول ذکر میکنن. قول اول که گفته بود که شیطان است، اینا کتمان کرد. ثانی ساحر گفته بود که قول ابی عالیه بود، اینا هم کتمان کرده بود. ثالثش کاهن بود، اینا هم کتمان کرده بود. چهارمش قول سعید بن جبیر است که کاهن بود. سوم رابع الاصنام، اینا گفته بود. این 3 تا اول کنه. خامسش مرض الانس و الجن، شیطان انسانی و جنی، اینا که شما چه کردین؟ کتمان کردین جناب. و الثالث انه كل ذی طغیان طغى علی الله. بگویده بر سردارت اگر ماشاءالله اگر واقعا یک ذره غیرت داشته باشی، بگو برای کسی که در دربارش کار میکنی و نفع از خدمت میکنی، بعدش بگو که
طاغوت همچنان کل ذی طغیان، هر سرکشی که طغى علی الله، بالای الله طغیان میکنه، سرکشی میکنه، حجاب الله را اجازه نمیده، نماز الله را اجازه نمیده، مساجد عذاب نمیمانه. بگوی نمیره بشوید شریعت الله را نمیمانه، دموکراسی میمانه، نظام سیکولر میمانه. این فیعبد من دونه، امی طغیانگر کس بازی عبادت میشه برای. چون ببینن عبادت هم که میشه، شما عبادت فکر میگید تنها رکوع و سجده هست. یعبد من دونه، پس عبادت چند قسم است؟ عبادت فکری هست، عبادت قلبی هست، عبادت زبانی هست، عبادت بدنی هست، عبادت تشریعی هست. عبادت تشریعی هست. ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. امر الله تعبدوا الا اياه که در حکم، در این هم عبادت حساب میشه. وقتی که اطاعت الله را میکنین عبادت است. اینو بر مردم بگوین. اما به قهر منه لمن عبدهم، یا به زور این کار میکنه، بندی میکنه، حجاب پوش بندی میکنه، جوان تا 18 سالگی مسجد طرف بندی میکنه، طلب دین کرد، اسلام کرد، نظام اسلامی کرد، بندی میکنه. به قهر منه لمن عبده او به طاعت له، یا به طاعتی از او، سواء كان المعبود انسانا او صنما. ایشون پد کردی. لعنت الله علی الكاذبین، لعنت الله سر دروغگوی، لعنت الله سر کسی که، من شما رو نمیگم، هر کسی که دروغ میگه، لعنت الله علی الكاذبین، و لعنت الله سر کسایی که خائن هستن، و لعنت کسایی هستن که به نفع طاغوت کار میکنن، و لعنت الله سر کسی که کتمان میکنه، و لعنت الله سر کسی که فتنه انگیز هست، و لعنت الله سر کسی که غرضناک است. کتاب الله و سنت رسول الله هم غرض به غرضناکی تفسیر میکنه و تشریح میکنه. سواء كان المعبود انسانا او صنما. دقیق همین لطفا سعی کنین. این چی گفته؟ انسانا او صنما. شما تنها بوتا گفتین. اینجا گفته که سواء كان المعبود، امی کس که عبادت و اطاعت میشه، میگه این انسان باشه یا صنم باشه. بگیریم یه اقوال تشریح بکنیم. یک کتاب از به نام الاصول الثلاثه. این رو مگه باید بگیم، باید میگه والا یام کتاب از چی هست؟ معرفش کی هست اینجا؟ این حالا بازی این رو میگه که وهابیستن. الاصول الثلاثه چی میگه این عالم؟ میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. و این معنای لا اله الا الله میباشه. لا اله، میفهم لا اله الا الله؟ در لا اله معبودان باطل و طواغیت کلش نفی میشه. در الا الله اثبات عبادت و اطاعت برای الله میشه. خب علامه شنقیطی در تفسیرش میگه فالکفر بالطاغوت، میگه کفر بالطاغوت الذي صرح الله بانه امرهم في هذه الايه شرط في الايمان. میگه کفر بالطاغوت شرط از در ایمان. کسی که عبادت میشه به غیر الله، معبودان باطل و رهبران طاغوتی، میگه این شرط ایمان است. كما بينه الله تعالى في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فيفهم منه، میگه از این تو فهمیده میشه ان من لم يكفر بالطاغوت، میگه کسی که به طاغوت کافر نشد. شما میگید که لا اله الا الله محمد رسول الله، ما میگیم اما پیروی از طاغوت میکنیم، پیروی از دموکراسی میکنیم، از نظام سیکولر میکنیم، از رهبر و سردار و لیدری که ضد شریعت الله حکم میکنه از سو طاغوت اطاعت میکنیم. این عالم میگه که اگر کسی به می طاغوت کافر نشه، مشکلش چی هست؟ میگه ای تکو ان من لم یکفر فیفهم منه، میگه از این تو فهمیده میشه که ان من لم یکفر، کسی کافر نشد به طاغوت، به طاغوت کافر نشد،
لم یتمسک بالعروة الوثقی، به این عروة الوثقی قرآن عظیم شان است، میگه به این تمسک نکرده، پیرو قرآن نیست. و من لم یتمسک بها، و کسی که به قرآن تمسک نکرد، فهو مترد من الهالکین، این از جمله هلاک شونده ها هست، هلاک شده. شما جوان ها رو میخواین پیروی از طاغوت بکنه و به طاغوت کافر نشه و از جمله هلاک شونده ها شو و از پیروی قرآن مردم دور میکنن که فتنه انگیز است. قضاوت بکنین. این بود طاغوت در لغت که ما شما تا این قسمت خواندیم. نوبت میرسه به طاغوت در اصطلاح.